فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادری پرسیدن احمد از ارومیه که آیا کتاب تعبیر خواب از ابن سیرین و دانیال نبی و امام صادق که روایت شده قابل اطمینان هست یا نه؟ از نظر شرعی خواب یک نوع وجاهت شرعی رو در واقع دارد که در روایات ما داریم که این یک بخشی از نبوت هست، در واقع یک نوع خبری هست از جانب الله متعال و نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم آغازش با خوابهای صادقانه بوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی خوابی رو می‌دیدند روز بعدش کاملا 100% تعبیر میشد. دقیقاً همون چیزی رو که ایشان در خواب دیده بودند همون اتفاق کاملا میافتاد. برخی از خوابها واقعا راست هستند، صادق هستند، یک نوع الهامی هست، یک نوع در واقع اکرام و لطفی هست از جانب الله متعال که یک چیزی رو به انسان بنده خودش در واقع نمایان می کند. اما در این زمینه بسیاری از مردم افراط کردند. بسیاری از خوابهای آشفته، خوابهای شیطانی رو در این وسواس خیلی زیادی رو دارند که این چه تعبیری دارد، این چه حکمی هست. بسیار از این خوابهای پریشانی هست که انسان نباید به این خوابها توجهی بکنند. و از نظر شرعی و حتی عقلی هم انسانی که خوابی رو دیده این خواب را نباید برای هر کس و ناکسی تعریف بکند. در روایت ما داریم که فقط برای اون افرادی که متقی هستند، شما به تقوایشون، به ایمانشون، به خیرخواهی که برای شما دارند اطمینان دارید، برای اونها تعریف بکنید. برای افراد بیگانه تعریف نکنید که یک وقتی این رو تعبیر خلافی نکنند، یک نوع تبلیغات سوی برای شما نباشه، یک نوع در واقع سببی برای افسردگی شما نباشد. به خاطر توصیه شده که اینو حتما برای انسان‌های پرهیزگار و مؤمن تعریف بکنید تا اینکه تعبیری مناسب با اون خواب و واقعیت برای شما داشته باشند. هیچ کتاب صحیحی درباره تعبیر خواب وجود نداره مطلقاً. یعنی هیچ کتابی از کتاب‌هایی که درباره تعبیر خواب نوشته شده هیچ کدومشون معتبر نیستند و نمی‌شود که به اونها 100% در واقع اطمینان کرد. و این کتابی هم که معروف است به ابن سیرین که ابن سیرین متوفای اگر اشتباه نکنن یعنی سال 100 هجری هست، یعنی جزء متقدمین هست، در سال 100 هجری وفات کرده. نسبت این کتاب به ابن سیرین ثابت نیست. به اسمش چاپ میشه نوشتن، اما از در تحقیق وقتی که ما نگاه بکنیم و بررسی بکنیم میبینیم نسبت این کتاب به ابن سیرین ثابت نیست. پس بنابراین در این زمینه هیچ گونه کتاب معتبری که به اون رجوع بکنند نیست. منتها انسان حتما باید یعنی در وقتی که خوابی را تعبیر میکند سعی بکنند که این تعبیر خواب باید موافق با اصول شرعی باشه، یعنی در احکام شرعی رو در این زمینه مراعات بکنن. و واقعا این تعبیر خواب یک چیزی هست مثل فتوا هست. درست. کسی که صلاحیت فتوا دادن را نداره صلاحیت این را هم نداره که خواب تعبیر بکند. نمیتواند که کسی که آگاهی با احکام شرعی ندارد. و این تعبیر خواب هم متفاوت هست. این گونه نیست که یک تعبیر خوابی که یک خوابی رو که امروز یک شخصی دید، فرض یک عالمی اگر تعبیرش کرد تعبیرش راست شد، این گونه نیست که برای همیشه این خواب این تعبیر رو داشته باشه. و در یکی از این علما تعریف میکرد در خاطرات خودش که یک فردی اومده خواب دیده که من رفتم فلانجا چاله‌ای زدم، از اون چاله برای یک آتشی بیرون اومده. این عالم تعبیرش کرد که برو اونجا رو اون چاله رو بکن، از اونجا یک گنجی شما دریافت میکنید، گنجی توش هست. خب این کار رو کرد و واقعا هم راست در اومد، یعنی رفت دید که واقعا از در اونجا گنجی هست و در واقع سود برد از این خوابی که تعبیرش هم درست بود. مرتبه دیگر باز هم همین شخص یا شخص دیگر همین خواب را دید که یک جای چاله‌ای زدم و از اونجا آتشی بیرون آمد. این فرد رفت دوباره اونجا رو کند، دیدم که یک اژدهای ماری از اونجا بیرون اومد و نیشش زد و اونم از دنیا رفت. دوباره این قضیه رو به اون عالم گفت که خب فرق میکرد اون زمانی که ایشون خواب اولش رو تعریف کرده بود در زمستان بود،
زمستان آتش چیزی خوبی هست و گرما داره، نور داره، اما در تابستان آتشی که به اصطلاح نیازی به آتش نیست، پس بنابراین تعبیرش کاملا متفاوت است. به این خاطر است که تعبیر خواب را یعنی زیاد وسواس نداشته باشید در مرحله اول در تعبیر خواب، و در مرحله دوم خوابتون را حتما برای انسان‌هایی که پرهیزگار هستند، اهل علم و مطالعه و تحقیق هستند، فقط با اونها و با انسان‌های خیرخواه تعریف بکنید.